دوستان و همراهان گرامی ترید با ما، عرض ادب و احترام. امروز میخوام در مورد یکی از پایه‌ترین المان‌های بازار یعنی قیمت باهاتون صحبت کنم. قیمت چیه؟ تا حالا خودتون فکر کردین قیمت چیه؟ بذار یه مثال ساده بزنم. ما با هم داریم میریم توی یک بیابانی که گنجی رو پیدا کنیم. بعد از اینکه پیدا کردیم مثلا 4 کیلو طلا. درست شد؟ 4 کیلو طلا پیدا کنیم. که سهم هر کدوم میشه 2 کیلو. توی مسیر برگشت داریم برمیگردیم و یه جایی توی مسیر رو گم می‌کنیم. توی مسیر که گم می‌کنیم یه جایی میرسیم که واقعا تشنمون میشه. من یه بطری آب دارم و شما بطری آب رو نداری. درست شد؟ این بطری آب ممکنه که شما اگه توی شهر باشید و دستت باشه قیمتش باشه 10000 تومان. ولی آیا حاضری این بطری آب رو از من چقدر بخری؟ مثال میزنم. شما توی اون شرایط هر چقدر تشنه‌تر بشی، هر چقدر بریم جلوتر، به فشار میاره تشنگی و حاضری حتی اون بطری آب رو به ارزش 2 کیلو طلا از من بخری. یعنی الان طلا گرم چقدره؟ 7 میلیون و 600 هزار تومان. حاضری 14 میلیون و 15 میلیون و 200 هزار تومان، 14 خورده 15 میلیون و 200 هزار تومان پول بدی بابت یک بطری آب. واقعا قیمت این بطری آب چقدره؟ 10000 تومانه یا 14 میلیون تومان؟ تا خودتون فکر کردین؟ خب برای اینکه بتونیم این مثال خیلی قشنگ درک کنیم از نظر قیمت، باید خدمتتون عرض کنم که قیمت به 3 بخش تقسیم میشه. یعنی شما وقتی میخواید قیمت یک کالایی رو تعیین بکنین، باید بدونید که از 3 تا جزء تشکیل شده. یه جزءش خود قیمتیه که روی کالا درج میشه. مثلا میری توی سوپری یا توی کتاب فروشی، یک کتاب قیمتی که روش درج شده نوشته 500000 تومان. این قیمت همون قیمتیه که توافق میشه بر اساسش. درست شد؟ عددی که روی برچسب یا قرارداد میبینی بر اساس عرضه و توافق در بازار تعیین میشه. اما واقعا ارزش اون کتاب 500000 تومانه. ارزش میزان منفعتیه که واقعا اون چیز برای خریدار داره. ممکنه این کتاب برای من یک کتاب باشه که توی حوزه من باشه و برای من 10 میلیون تومان بیارزه. درست شد؟ و ممکنه برای کسی اصلا ارزش خرید نداشته باشه. شما حتی اگه رایگان هم بهش بدی ازت قبول نکنه. پس این از نظر ارزش. اونجا اون بطری آب از نظر ارزشی قیمتش واقعا 2 کیلو طلا بود. برای کی؟ برای آدمی که تشنه است توی بیابون. ولی واقعا از نظر قیمتی شاید همون 10000 تومان بیشتر نمیارزه. و اما منظر سوم، هزینه. قیمت از نظر هزینه. قیمت از نظر هزینه یعنی چی؟ یعنی اینکه بابت اون بطری آب ممکنه 5000 تومانش بابت اون بطری خود بطری پلاستیکی صرف شده باشه و مثلا 3000 تومان هم آب توش باشه، ارزش آبی که داخلشه و کلا هزینه‌اش در اومده باشه 8000 تومان که بعد شما 10000 تومان می‌خری. مثلا چاپ اون کتاب ممکنه که اصلا کلا 100000 تومان هزینه داشته ولی مبلغ 500000 تومان فروخته نمیشه که این ارزش شامل پول، زمان و انرژی که صرف تولید اون کالا میشه. به صورت کاملا ساده اگه بخوایم ببینیم، قیمت از منظر توافق بازار اون چیزیه که خریدار و فروشنده با هم توافق می‌کنن. از منظر خریدار واقعا قیمت ارزشیه که اون جنس بهش میده. و از دید تولید کننده اون هزینه‌هایی که بابت تولید اون جنس صرف شده. پس واقعا قیمت الان کدوم قیمت واقعیه؟ ارزش ذاتی، ارزش معاملاتی؟ کدوم قیمته؟ واقعا الان گیج شدیم. قیمت کدومه؟ قیمت به دو بخشه، ارزش ذاتی و ارزش معاملاتی تقسیم بندی میشه. ارزش ذاتی، ارزش معاملاتی. این ارزش ذاتی ممکنه واقعا 5000 تومان نیارزه، واقعا 10000 تومان نیارزه، ولی بعضی وقتا شما حاضری 2 کیلو طلا بابتش بدی. واقعا بطری آب ممکنه 10000 تومان نیارزه ولی شما حاضری 2 کیلو طلا بابتش بدی. درست شد؟ بعضی جنس‌ها هستن که واقعا ارزش ذاتیشون پایین‌تر از ارزش معاملاتیشونه. یعنی چی؟ یعنی واقعا نمیارزه 10000 تومان ولی تو مجبوری 2 کیلو طلا بابتش بدی. مثال بزنیم. الان یه دونه گوشی آیفون ارزش ذاتیش $1000 یعنی میشه حدود 90 میلیون تومان. ولی ارزش معاملاتیش توی بازار ایران چقدره؟ 160 میلیون. کدوم قیمته؟ قیمت واقعی 160 میلیونه، یعنی ارزش معاملاتی. درست شد؟ مثلا بزنم براتون چیزی که ارزش ذاتیش کمتر از ارزش معاملاتیش باشه. مثلا بنزین. شما 1.5 لیتری بنزین رو شما اگه بخوای بخری واقعا ارزشش چقدره؟ 1.5 حالا اگه با کارت سوق بزنی میشه 4,4500 ولی اگر آزاد بزنی میشه 9000 تومان. ولی ارزش واقعیش چقدره؟ ارزش واقعیش اگه بخوای به فوق خلیج خارج فارس حساب کنی میشه 90000 تومان. پس ارزش ذاتیش پایین‌تر از ارزش معاملاتیشه. برای همینه که بنزین به خارج از کشور قاچاق میشه، چون اینجا ارزش ذاتیش اونور خارج از کشور 90000 تومانه ولی ارزش معاملاتیش توی ایران لیتری 3000 تومانه. معلومه که قاچاق میشه. یا برعکس آیفون ارزش معاملاتیش توی ایران بیشتر از ارزش ذاتیشه توی خارج از کشور. $1000 اونجا می‌خری، میای اینجا برای رجیستری و فلان و تشکیلاتش 160 میلیون 1500 دلار میفروشی. حالا قیمت چجوری حرکت میکنه؟ اگر خریدار باشد، فروشنده نباشد، قیمت افزایش پیدا میکنه. اگر فروشنده باشد، خریدار نباشد، قیمت کاهش پیدا میکنه. این همون تقاضا میشود و این دو تا عرضه. امیدوارم که این مطلب مفید باشه براتون. ان شاء الله که همیشه پرسود باشین و جیبتون پرپول.